سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم راجع به مقایسه اعداد با هم دیگه صحبت کنیم. دو تا عدد سه تا حالت میتونن نسبت به هم دیگه داشته باشن، یا مساویستن یا کوچکتر هستن و یا بزرگتر. پس یا مساویستن یا کوچکتر و یا بزرگتر هستن. وقتی که از محور اعداد بر مقایسه اعداد استفاده میکنیم، منظور ما ایست که یک مبدا در نظر میگیریم و دست راست ما میشه اعداد مثبت ما، بیانگر اعداد مثبت ما هستن که شامل 1 2 3 و دست چپ ما بیانگر اعداد منفی ما هستن. پس دست راست بیانگر اعداد مثبت و دست چپ ما بیانگر اعداد منفی هستن. منفی 1 منفی 2 منفی 3 و الی آخر هستن، یعنی از صفر کوچکتر هستن. و حالا میریم سراغ مقایسه اعداد منفی 3 و منفی 5. منفی 3 یک جای محور است و منفی 5 اون طرف چپ ترش است. پس اویی که طرف راست تر است عدد بزرگتری رو داره برامون نشان میده. پس منفی 3 بزرگتر است. 34 و 56. 34 طرف محور ماست و 56 دورتر است، یعنی 56 دست راست تر است نسبت به 34. پس عدد 56 ما بزرگتره. 0 و 27. 0 ما اینجا و 27 ما دست راست تر از محور اعداد ماست، یعنی 27 ما دست راست تر برمان نشان میده، نزدیکتر است به دست راست ما. 27 ما بزرگتر میشه. 0 و منفی 3. 0 اینجا منفی 3 او طرف تر. 0 ما دست راست تر از منفی 3 است. پس 0 ما عدد بزرگتری را نسبت به منفی 3 نشان میده. 25 و 15. 15 اینجا و 25 دورتر از اوست، یعنی 25 ما بزرگتر از 15 است. منفی 1 و 3 دست راست تر از منفی 1 و پس 3 ما بزرگتر است.